و شرک انواع مختلف داره. یکی از انواع شرک قلبی است و شرک قلبی به مراتب خطرناکتر از شرک ظاهری است. چون شرک ظاهری را خیلی از مردم میبینن که یک نفر بابت سجده میکنه برش میگه خوب این چیسته، تو مرتکب شرک شدی. اما اگر یک نفر در قلب خودش محبت غیر الله غالب باشه سر محبت الله، این شرک باطنی است و شخص را کافر میکنه. چون لازمه ایمان چیست؟ شدت محبت با الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. تصور ما همیست هنگامی که یک نفر امی قاعده پیشش حل شود که من وقتی با الله ایمان داشتم لزوما باید با الله محبت داشته باشم، وقتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشتم لزوما باید با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشم، بعد همه قضایای دیگه اسلام برش حل میشه. چرا فلانی کارو بکنم؟ چون الله ای را دوست داره، ما را به او امر کرده. الله ما را به چی امر کرده؟ به او چیزهای امر کرده که الله او را دوست داره. ما را الله متعال از چی نهی کرده؟ از او چیزهای نهی کرده که الله او را دوست نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به چی امر کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به چیزهای امر کرده که الله او را دوست داره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از چی نهی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از چیز نهی کرده که الله او بدش میاد. پس بسیار ساده